و دل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم. نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایی ها. به این معنی همه امروز آمدیم در این مجلس آموز به هم دیدار میبینیم، از فیض صحبت یکدیگر بهره میگیریم، از دیدار یکدیگر برخوردار میشویم، از ظهور استاد ملا ظهور که افتخار داریم. حالا از نماینده از دستگاه پرزیدنت کشورمان استاد عبدالمنان آمدن، عبدالرحمن عبدالمنان آمدن و بسیار خواهش میکنیم که جناب این مرد فاضل، مرد درد آشنا، صحبتشان بسیار مورد است در این مجلس زیبای سخن. تشکر دوستان عزیز. برادر عزیز ما ظهور یک شخصیتی هستم که مردم از هر کجا جذب میکنند، میکشند. امروز روز شنبه است، میدونید که توی معرکه بسیار است در شنبه ما و همه ما شاید نیم زیادی ما در توی معرکه بودیم و هر کجا که میشتیم گفتن که هنوز ساعت 5 در فلان جا 50 سالگی ملا ظهور است. یعنی که در یاد مردم، در خاطر مردم ملا ظهور در یک مرتبه و منزلت بسیار بلند هستند و از معرکه به معرکه گشتیم. آخرین معرکه که ما نشستیم همونجا گفتن که ملا ظهور را میشناسیم همچون دکتر. لیکن شما نویسنده ها مثلا اهل علم، اهل فرهنگ، ما گفتیم که اون کس نماینده کلاسیکی فرهنگ قدیمی ما هستند. به این معنی که استادای بزرگ ما از استاد رودکی و ابن سینا و این طرف تا استاد جامی و احمد دانش و عینی و اینا همه مردمی فراگیر بودن. یعنی که فرهنگ ما رو فقط در کسب خودشان، در مشغولیت خودشان نمیدیدند، بلکه عمده‌تر، فراختر، وسیع‌تر میدیدند و یکی از شخصیت‌هایی که امروز در جمهوری ما فرهنگ مردم تاجیک تجسم میکنند همین ملا ظهور هستند. طبیبی کسب این کس، طبیب هستند، شاعر هستند، طبیعتاً با در ذات شاعر هستند از روی استعدادشان، نویسنده و ژورنالیست هستند از روی اقتضای وطن دوستی و ملت دوستیشون. هر اون چیزی که برای ملت ما، برای وطن ما ضرور است، کس نمیتوانند ننویسند و نمیتوانند با ما و شما و همین چیز تبادل افکار نکنند. من حسد میبرم به ملا ظهور، یک شخصیتی که خودشان فراگیر همه هستند و همه وقت فعال هستند، کوشش میکنند که ما که محدود هستیم بسیار، ما را تشویق میکنند که این ساحه هم دخل کنید، به این ساحه هم دخل کنید، این ساحه هم اندکی توجه کنید به این ساحه. من از برای صاحب این خیلی آدم های، این خیلی مردم بسیار کم میبینم در محیط ما و شخصیتی که مرد است، وزنینی ها، سختگیری ها، مشکلی ها و فاجعه بسیار گران
همین خیلی اثر گذاروندم که گویا که خیلی همه رفیق‌ها هیچ نکنند، همه رفیق‌ها فاجعه من به خود نگیرند، خودشون کشیدند درد این فاجعه. من بنابراین و برادر عزیزم و دوست بسیار مهربانم مولا ظهور در این روز پیروز سربلندی ها، کامیابی ها، صحت و سلامتی آرزو میکنم. این همه چیزهایی که ما میگوییم مدتاً، لیکن میخواهم که مولا ظهور عزیز شما اون پیرهی که خودتان ساختید برای خودتان، برای صحتی هم معنوی هم جسمانی مردم ما پیوستگی صحتی معنوی جسمانی مردم ما، همین پیره دوام که به شاهراه تبدیل کردن پیره. برای خودتان صحت باشید، سلامت باشید، سربلند باشید.